تصور کن که یک خانواده به خاطر درمان و شیمی درمانی پسرشون مجبور بشن یه خونه معمولی کوچیک با زیرزمین خیلی بزرگ رو اجاره کنن. اما نمیدونن که قبلا این خونه برای کفن و دوز استفاده می شده و صدها جسد آماده می شدن برای اینکه دفن بشن. چیزی که اونجا منتظرشون بود خیلی ترسناکتر از چیزی بود که فکر میکنم. اواخر 1980 خانواده استدکر یعنی الن و کارمن استدکر به همراه بچه هاشون توی کندیکات زندگی میکرد. اون یه پسر داشتن به نام فیلیپ که متاسفانه سرطان داشت و مجبور بودن هر روز یه راه طولانی رو طی کنن تا به بیمارستان برسن و شیمی درمانی کنن پسرشون. یه روز یکی از آشناهاشون بهشون میگه که نزدیک بیمارستان یه خونه ارزون قیمت پیدا کردن و اونام بدون هیچ تحقیقی سریع میرن خونه رو اجاره میکنن به خاطر پسرشون. اما اون خونه قبلا خونه کفن و دوز بوده که مرده ها رو میشستن، کفن میکردن و آماده میکردن برای خاک سپاری. اتفاقای عجیب از اینجا شروع میشه. اولین کسی که اتفاقای عجیبی براش افتاد همون فیلیپ بود که سرطان داشت. اون به خاطر مریضیش بیشتر وقتشو توی اتاقش یا زیر زمین میگذروند. اون میگفت که حس میکنه تو تاریکی کسی نگاش میکنه یا صدای پچ پچ میشنوه یا حس میکنه کسی کنارش داره راه میره. این اتفاقات بعداً کل خانواده رو در بر گرفت. بوی تعفن شدیدی میومد. بوی مایعی میومد که به اجساد میزدن که خراب نشن. اعضای خانواده حس میکردن که وقتی خوابن یه چیز خیلی سنگین روی سینه‌شون میشینه و نمیذاره بلند شن. توی زیر زمین و اتاقهایی که خالی بود و کسی نبود صدای راه رفتن میومد. اما ترسناک ترین بخش ماجرا اینجا شروع شد. جایی که فیلیپ، اون پسری که به خاطر مریضیش ضعیف شده بود، رفتاراش عوض میشه، صداش عوض میشه و رفتارهای پرخاشگرانه از خودش نشون میده. اون دیگه فیلیپ نبود و انگار یکی داشت بدن اونو کنترل میکرد. اینجای داستان جالب میشه. وقتی ترس خانواده به اوج رسید، اول با کلیسا بعدش با پژوهشگرای پدیده‌های ماورالطبیعی تماس گرفتن. اینجا بود که ادولورن معروف به داستان ما میاد. مطمئنم خیلی از شما ادولورن رو میشناسید، ولی برای کسایی که نمیشناسن، اونا یکی از معروف‌ترین پژوهشگرا و جنگیرای تاریخ هستن که فیلم‌های خیلی خوب مثل کانجوریک و آنابل از روی زندگی و پرونده‌های اونا ساخته شده. وارن‌ها بعد از بررسی خونه فهمیدن که اون روح یه روح عادی نیست و به خانواده گفتن که این یه موجود شروره که از انرژی منفی باقی مونده از اون دوران بد و تاریک خونه که اجساد آماده می شدن برای دفن شدن تغذیه میکنه و فیلیپ هم به خاطر بدن ضعیفش انتخاب کرده تا بتونه به دنیای ما انسان ها وارد شه. میرسیم به اوج داستان، جایی که اد و لورن به همراه پدر یک کلیسای کاتولیک تصمیم میگیرن مراسم اگزورسیسم یا همون جنگیری رو انجام بدن. در طول مراسم اتفاقای خیلی عجیبی میفته. خانواده میگن که فیلیپ در زمان مراسم صداش عوض شده، پرخاشگری خیلی شدیدی انجام داده و قدرتش بیش از حد زیاد شده. کسایی که اونجا بودن میگن دمای اتاق به شدت یهو پایین اومده. بعد از مراسم خانواده فیلیپ به ادولورن اطلاع میدن که فیلیپ کم کم وضعیتش به حالت عادی برگشته و رفتاراش مثل قبل شده. ولی اون خانواده دیگه نمیخواستن ریسک کنن و هرچه سریعتر اون خونه رو ترک کردن تا دیگه این اتفاق هیچ وقت براشون نیفته. البته مثل بقیه پرونده های ادولورن این یکی هم منتقدای زیادی داشت. یکی از پسرهای خانواده بعدها اعلام کرد که خیلی از اتفاقات گزارش شده توسط ادولورن یا ساختگی بودن یا بزرگنمایی شدن. حتی روانشناسا هم میگن به خاطر بیماری و معضل سرطان پسرشون این خانواده در شرایط روحی مناسب نبودن و توهم و افسردگی بخشی از زندگیشون شده. این داستان زمینساز فیلمی توی سال 2009 به نام هانتینگ آف دی کانتیکات شد. اگه این فیلمو دیده باشین مطمئنم میدونید که
این فیلم تفاوتایی داره با پرونده اصلی. اولین تفاوت اینه که نام خانواده به خانواده کمپل تغییر داده شده. صحنه‌ها دراماتیک‌تر و ترسناک‌تر شدن و مهمترین تغییر این بوده که اد و لورن از فیلم حذف شدن، ولی در شواهد و پرونده واقعی اد و لورن خیلی در بررسی و تحقیق در مورد این پرونده نقش داشتن. پرونده خونی اسنوده که یکی از اون پرونده‌ایه که هنوز و شاید هیچ وقت نتونیم بگیم کجاش واقعیه و کجاش حاصل روحیه بعد اغراق و تغییر در روایت هست. ولی چیزی که ازش مطمئنیم اینه که هنوزم یکی از ترسناکترین و مرموزترین داستاناییه که با نامه‌های بزرگی مثل اد و لورن گره خورد. خب اگه از این ویدیو خوشت اومد حتما این ویدیو رو لایک کن و کانال رو هم سابسکرایب کن و یادت نره که زنگوله رو فعال کن، چون توی ویدیوهای بعدی بریم سراغ پرونده‌های شناخته شده و حتی کمتر شناخته شده اد و لورن. ممنونم که تو اینجا دیدی، ولی یه سوال ازت دارم. به نظر تو این داستان واقعیه؟ یا اگر برای تو خانواده این داستان اتفاق میافتاد چه کار میکردی و به کی زنگ میزدی؟